خب دوستان عزیز، در اینجا 7000 نفر مورا نظر میکنین. خیلی صحبت کردیم و یک نوار میگذاریم، کمی فکرها را دیگر میبریم و دوباره باز بر میگردیم به برنامه و صحبت ها را ادامه میتیم. واقعا دیروز همین نوار یک از پیشم برومد، خواستم که برای شما هم نشان بتم. شهرداری کلوب، رئیس ولایت و آقای مولد رحمانوف در روز استقلالیت از خطا نکنم همقدر رقصی دارن که راهپر کشور اصلا ما در یکم جای دنیا ندیدم. ده خیر دیدم بعضی راهبرای کشورهایی که خولیگان هستند، مثال کوچگی هستند، میجمونن در بین مردم بازن و فرق نداره، در همه جا میرقصن. اما شاید یکم مثل رحمانوف تری پیشوا و عنوان و ایتری چیزا ندارن، کوچگی هستن اصلا در خیابان گلانسر راهپر هستن. این نفر یک دعوای خیلی بزرگ داره، یک بار ببینید. من در او شک ندارم کنم تا زدگی که گفتی همون گپای کوچگی مستی هست که باور که راحت کردی سایده. ای تو حالا خوب نظر کنین ده یک چاپلوس دیگرش میبیون و یک ترجمانش از بسیار جو خطش هست میبیون در گوشی رئیس ولایت میگه جناب به خاطری همود یعنی که اپیتیتش نگرده یا که به خاطری همود ناراحت نشوه کمک دستاتون بجمونین رقص کنین. یا شدی اینه یخمه خوشم مشاوری پریزیدنت ای بجمونه بچه ها قندتون نبزنی. تاجیکستان را یک کلخوز کردین شما بخیرد ها، یک کلخوز، یک باغ حیوانات. نیا کنین اینه نگاه کنین خوب دقت این نوید تاقی داره آمد گفت که تا پس خطی جناب برقص که پگه و های وظیفه میره نیا کنین هاپا تیاتر پول داده تیاتر میدروین مرحمت کنین تماشا کنین رقص بین مستن ده اینی یاش کو مستن مست ما گرچنده که میخندم درم زردا میگیره یا مستن یا اخمقا پروای میلاد ندارن یا میفهمین. من برای چه این نوارا گذاشتم. ببینید شما تو مهاجر تاجیک دوگان سرد خوبی ای توده زدگی کرک شدگی دستا درمی میرخصن که پیام بگه یا گروه مستان یا پروای میلاد ندارن
انا ای بحثی من دعوای من سر ای نوار به خاطر نیست که شما خرسان شوی. نه برادرو، از درد شما از نوار کی شما هموطنو کشته میشین، زندان میشین، در بدر میشین، سالها خانهاتون رو نمیبینین. این میروه یک جشن میکنه، میزنن مست میشن، رقص و بازی نیا کنم. این یه فراموش نکنیم اونوش. بگذارم یک بار دیگه. این فراموش نکنین. رئیس شهر کلوب عجیب دنیاست نه؟ گاهی زین با پشت، گاهی پشتی زین میگن، یک محترم است. گاهی در بین رحمانوف میرقصی گاهی میره زندان. فرقی نداره، فرقی نداره. این مردم شما بشناسه که با کی شما دادگریف میکنین مسئولان راهبران. این نفر در بین رحمانوف ایستاد، دستاش بالا کرد مثل همون خلاهای گیتار بدست رقصیدن. از بین هم مدای زد اینو در کنج زندان خواب است. این را فراموش نکنین.